میبره به سمت چپ. یسا توی دروازه خطرناک و توپی که درون دروازه قرار میگیره. گل اول رو معز علی فرستاده به دروازه، محکم موقعیت و توی دروازه. گل بعدی خوردیم از معلول. بله گل به خودی شد، خورد به احمد نوراللهی و درون دروازه قرار گرفت. ارسال بلند به دروازه، فرصت توی دروازه. حسینی حساب کار رو 1-1 مساوی میکنه. در جزئیات کار رو به ما نشون میده. این توپ که رسید به سید جلال خیلی زیبا پای چپش رو بالا آورد. منشا یه فرار عالی میتونه شک بگیره، اما بازیکن‌های تیم ادوای رو توپ اثر گذاشتن. علیپور یه بدن میاد، عالی کار میکنه. علیپور میتونه کاتبکش بکنه. فرصت برای گل دوم توی دروازه گل دوم برای پرسپولیس. ارزش دیدن چند باره رو داره. برید از این زاویه اول ببینیم. راوی زد حمله برای پرسپولیس. موقع برای منشا حرکت کرده. منشا میتونه کار تموم کنه. توی دروازه گل سوم برای پرسپولیس. بازگشت رویای پرسپولیس در ورزشگاه آزادی. برامد بلند، بله تمام و برد ارزش